ابوبکر مانند بلال شکنجه نشد، ولی از او بهتر بود. و همچون عمر به مقام شهادت نائل نگردید، ولی با فضیلت تر از او بود. و همچون ابوذر طعم فقر را نچشیده بود، ولی از او بهتر بود. و مانند خالد اسب سوار خوبی نبود، ولی از او بهتر بود. و مثل ابی زیبا تلاوت نمی کرد، ولی از او با فضیلت تر بود. و همچون ابن ام مکتوم از بینایی محروم نبود، ولی از او بهتر بود. ابوبکر با ایمان راستین، آرامش و صفای قلبش پیش رفت و سبقت گرفت، با محبت زیادش نسبت به الله و رسولش، و تا جایگاه و درجه صدیقین اوج گرفت. ابوبکر رضی الله عنه خود درسی سودمند و پرباری است که به ما میگوید انسان با ایمان راستین میتواند از همه سبقت بگیرد.